نشرت في الساعات الأخيرة صورة لوثيقة رسمية لرئاسة. ساعاتی پیش تصویری از یک سند رسمی با امضای رئیس شورای اجرایی حزب الله منتشر شد که نشان می‌دهد زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس تحت عنوان طرح هدیه خانم زینب سلیمانی 2 میلیون دلار به دختران لبنانی جهت کمک به ازدواج آنها اختصاص داده شده. این طرح تنها به حمایت از دختران لبنانی جهت ازدواج با عناصر حزب الله اختصاص داده شده است که بر اساس آن زینب سلیمانی 2 میلیون دلار برای تشویق دختران جهت ازدواج دائم یا موقت با جنگجویان حزب الله هزینه می کند. همچنین بر اساس طرح موسوم به هدایای زینب، زنانی که سابقه ازدواج داشته‌اند به عنوان همسر دوم عناصر حزب الله می توانند از این مبلغ بهره مند شوند. سند منتشر شده نشان می دهد که 1000 دلار برای ازدواج دائم و 400 دلار برای ازدواج موقت اختصاص داده شده است. ماریا معروف که کشورش لبنان را به دلیل تهدیدهای حزب الله ترک کرد، با انتشار توییتی درباره طرح زینب سلیمانی در لبنان گفت: مردم ایران از گرسنگی میمیرند، اما هاش خانم زینب سلیمانی 2 میلیون دلار برای تشویق ازدواج موقت در لبنان هزینه میکند. Don't believe that Qasem Soleimani was a hero. And now you are the one that exposed the news of his daughter, Zainab Soleimani, who gave money to Hezbollah and the youth in Lebanon to marry. It's so weird. What do you think about this? Yeah, it was a document and I published it on my Twitter account. I feel bad that she's a woman with no experience in life and she is taking over politics. She have a bad influence on people. She is guiding them in the wrong way and she's taking advantage of the war in Yemen. She turned this civil war into a woman slavery case. And this is will destroy the family, which is it's a very important unity in the society. So she's a bad example, and let me use this American expression: she's a bad girl, and she don't represent the free people of Iran, neither the Iranian woman. إسرائيل يجب أن تسقط وستسقط إن شاء الله.